олами сарояндаҳо тақдим мекунад. رش رش ای جیگرم یادی تو دارم آچه دم بدم آهی بدر از دل برارم آچه رش رش ای جیگرم یادی تو دارم آچه دم بدم آهی بدر از دل برارم آچه آچه دارن دیگران آچه ندارم آچه آچه دارن دیگران آچه ندارم آچه حازیمه در خاکی پای آچه زارم آچه حازیمه در خاکی پای آچه زارم آچه زنده بودی آچه جان قدری تو را نشناختم زنده بودی آچه جان قدری تو را نشناختم صد پشیمانم اگر بار قوق انداختم صد پشیمانم اگر بار قوق انداختم رش رش ای جیگرم یادی تو دارم آچه دم بدم آهی بدر از دل برارم آچه آچه دارن دیگران آچه ندارم آچه آچه دارن دیگران آچه ندارم آچه آزیمه در خاکی پای آچه زارم آچه آزیمه در خاکی پای آچه زارم آچه. دوستان عزیز، مادر بهترین گنجینه بهاست. مادر فرشته است در روی زمین. فرزند هر کجای باشد نباشد یک نفر در فکر فرزند است. چی شب باشد چی روز فقط مادر میفهمد جیگربند که بوی جیگرش آید زی فرزند. زمین و آسمان من توی مادر جهان بیکناری من توی مادر در این دنیا که بی مهری و بی رحمی است بنیادش یگانه مهربان من توی مادر هر آن کس که مادر دارد سایه مادر دست نوازشگر مادر تا همین لحظه ها در بالای سر فرزند هست. مادرها را قدر کنید مثل گوهرک چشم که بسیار گنجینه نایاب هستند. میگن که غمی به بچگی را از به مادر بفهم، از یتیم بفهم. و یک بارگر همه برادران، دوستان، نفرانی که سرودی ما را گوش کردن به خاطر مادران جگر سوخته ما که همیشه در یاد فرزند هستند، گفتن هستیم که مادران خویش را دوست دارید که مادر بزرگ است.